ضمن گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیو جستجویی کارمندان ملیسا زن 42 ساله ساکن جلیکو را با گمان دست داشتن در جنایت کشتار دستگیر نمودند. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان معین کرده شده است که سنه 20 دکبر تخمینا ساعت 21:30 گمانبر شده دارای کسلی روحی بوده است. در خانه استقامتیش از نبودن شوهرش مرد 53 ساله استفاده برده فرزندان نابالغش دو پسرچه یکی 6 ساله و دیگر 11 ساله را با استفاده از کارد آشخانه به هلاکت رسانیده است. گفته می شود این حادثه مورد تفتیش قرار دارد. قاتل نابالغان با دست مادر در تاجیکستان این باری اول نیست. چند پیش یک زن فرزندان خودش را در شهر دوشنبه به دریا پرتافته بود و در نتیجه 3 فرزندش در آب غرق شده ففتیده بودند. کارشناسان سبب به تکرار روی دادن چنین معامله دهشت‌آور مادر به فرزند را اساساً تنگدستی و بینوایی و از ناداری و ناچاری گرفتار شدن به کسلی روحی می‌دانند.